کبر یا علفمار یک گیاهیه توی راسته کلمسانان که با نامهای بسیار زیادی شناخته میشه و خیلی توی کشور معروفه. این گیاه به صورت خودرو روی پرتگاه‌های سنگلاخی توی اکوسیستم‌های خشک ساحلی با تحمل بادهای شدید و اکوسیستم‌های بیابانی و گرم و خشک رشد میکنه و اصلا نیازی به کود و خاک‌های غنی نداره. و خوبیش اینه که تو خاک‌های بی‌خاصیت میوه‌های با خاصیت ارائه میده. کاپاریسیا لکجی یکی از گیاه‌های پرخاصیتی هستش که تو اکثر مناطق کشورمون رشد میکنه. میوه نارس اونو به عنوان ترشی و غنچه پخته شده اونو به عنوان چاشنی غذا استفاده میکنن. کاپاریس یا کبر خیلی خواص داره. مفید برای دیابت، کمک به کاهش وزن، کاهش کلسترول خون، ضد فشار خون، مفید برای پوست، مفید برای کبد و یبوست و نفخ معده و ضد میکروبی و کلی چیزای مختلف. از برگ تازه‌ش هم برای کاهش درد دندون استفاده میشه. فقط همین یادتون باشه که توی مصرف اون زیاده روی نکنین.